با برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز، امیدواریم نوروز و تعطیل‌های خوب و خوشی خواهید داشت. آخرین تازه‌های تاجیکستان و جهان را امروز در برنامه اخبار آزادی پیشنهادی شما می‌کنیم. سرخط گزارش‌های امروز: در دوشنبه گلخن افروختند و سومنک پختند و بامداد امروز بعد تجلیل از نوروز باستانی آغاز کردند. آبخیزی و سیل در ناحیه رودکی به خانه و کشتزارهای مردم ضرر رساند. مقامات از احتمال تکرار فلاکت هشدار می‌دهد. و به داد نابینای غارت شده در دوشنبه رسیدند و به او کمک کردند، اما می‌خواهد غارتگر به جزا نماند و زیانش به دیگران نرسد. همین گونه جنایتکاری را ریشه‌اش برکنده کن. ریشه‌اش کنده پرتوین که امروز ضررش به ما رسید، پگاه به یک اون کسی دیگر میرسه. با وجود هوای بارانی در دوشنبه امروز ساعت 3 صبح تجلیل از جشن نوروز آغاز شد. 10 نفر برای تجلیل از این جشن باستانی در یک باغ دوشنبه جمع آمده گلخن نوروزی افروختند. بر اساس تقویم رسمی جشن نوروز در تاجیکستان از 21 مارس آغاز شده یک هفته ادامه می‌کند. بسیاری از ساکنان در منطقه ها که ماها باز نیروی برقی درست نمی‌گرفتند گفتند امروز به آنها برق دادند. با همکاران ما می‌رویم به یکی از جشنگاه‌های نوروزی. آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروهی از مردم در باغ غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند. با برج حمال قرار گرفت. این معنای آن را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرا رسید. گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه‌های نوروزی می‌خوانند. مردم به مبارکبادی یکدیگر پرداختند و شادی کردند. در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابان‌های دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق از سالهای گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مارس بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد چون هوا بارانی است. ولی مردم به معرکه و محفل‌های نوروزی خود ادامه می‌دهند و با گفتهشان باران هم مانع جشنگیری آنها نمی‌شود. بر اثر باران زیاد در روز نوروز در برخی از منطقه‌های تاجیکستان سیل آمده است. بعضی از خانه‌های مردم و کشتزارهایشان آسیب دیدند. ساکنان می‌ترسند که فلاکت روزهای آینده تکرار می‌شود. از جمله کاربران با ارسال این نوار از آبخیزی در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی به رادیوی آزادی خبر دادند. به گفته آنها سیل به بعضی از خانه‌ها ضرر رساند ولی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هم گفته است که باران‌های سخت تا روز 22 مارس ادامه می‌کند و ممکن است در ناحیه‌های کوهی سطح آب رودخانه‌ها بالا رود. کمیته از مردم خواسته است در این روزها احتیاطکار باشند. برنامه را ادامه می‌دهیم و بعد گزارش رادیوی آزادی درباره غارت حساب بانکی یک نابینا در دوشنبه، بانک پول او را برگردانده است. 6 ماه پیش 3000 سامانی اصل‌الدین جلیلوف را ربودند. سرگذشت این نابینا انتقاد زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. کاربران به جز از غارتگر مقامات را هم تنقید کردند که به داد یک نابینای محتاج نمی‌رسند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله. چند روز است که خوشحالی به این عائله برگشته است. آنها تقریبا نیم سال باز دزد پولشان را می‌جستند. به مقامات بانک مراجعت کردند اما نتیجه نداد. رادیوی آزادی اول ماه مارس درباره فریفتن اصل‌الدین جلیلوف گزارش داد و کار رنگ دیگر گرفت. بعد از رفتن همون ویدیو یک روز 2 روز
گذشته بود که از طرف بانک دوشنبه سیتی به ما زنگ زدن، گفتن که ما شما را رفته آوردن مندر کنه با شما صحبت کنیم. و تو مایلش ما را گرفته بردن در اونجا پیش یک نفر در آوردن، در اونجا صحبت کردیم. او کسا گفتن که ما همچون عمل خیر به شما 3000 سامانی مبلغ میتیم، همینه با او خاطر میتیم که شما دیگر در دوم مقامات آواره نشوید. اگر خیر مبادا که یافتن خودی همون دزد دعوتون کردن روین دعوت نکردن دیگه از خفای وی نگردید و ما همین مبلغ به شما همچون کمک خیر میتیم. اصلدین جلیلوف را ماه سپتامبر سال 2023 در نزد بازار کاروان دوشنبه غارت کردند. جوان با وعده کمک در گرفتن مبلغ از بانکمت پول او را ربود. با وجود کامراهای بانکمت و هم بازار دزد پیدا نشد. اصلدین هرچند پولش را گرفت اما همانا میخواهد جنایتکار پیدا شود. اگه ما مبلغ ما گرفتیم درست، لیکن پیدا کردنش ما از همینجا خواهش داریم که پیدا کنن پیش رای همین گونه جنایتکاری را ریشهش برکنده کنن. ریشهش کنده پرتوین که امروز ضررش به ما رسید پگه با یک اون کسی دیگر میرسه. اصلدین جلیلوف با همسر و 3 فرزندش در این منزل اجاره در کنار دوشنبه زندگی میکنند. همسرش هم از یک چشم محروم است. سلوفان میفروشند و روزانه تا 60-70 سامانه پیدا میکنند. دولت به این عائله ماهانه 900 سامانه نفقه میدهد. پول اجاره خانهشان 1300 سامانه است. خیلی شکر بازارم حرمت میکنن چه بگیم میتم بیچارو. خیلی دسترخوانمون شکرانه شکر هست. شیر میگیریم، شیر چای میکنیم، شیر چای میکنیم، شیر برنج میکنیم، گرسوز میکنیم. خوب این چیای کلانش قوادمون نمیرسه که اینا بگید تخیو بگیریم، گوش بگیریم، مسکوی کیلاکی بگیریم، خیلی قوادمون نمیرسه. غارت شدن یک نابینا سالهای اخیر تقریبا رسانه‌ای نشده است. هرچند خبرهای هم از فریب دادن معیوبان با بهانه کمک به آنها صدا میدهند. اصلدین با همسرش به کار می روند. نابینایی سد راهشان نمی شود چون باید علاج کرده چرخه روزگار را با این عرابه چرخانند. امیدوارند داستان فریفتن آنها برای دیگران درس می شود و نابینایان مثل او از دست به انصاف امین می مانند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. حکومت روسیه کشورهای غربی را که به اوکراین برای مقابلت به روسیه اسلحه و مهمات جنگی می‌دهند به آن ابدار می‌کند که غیر مستقیم وارد جنگ با روسیه شدند. جنگ در اوکراین که ماه فوریه سال 2022 آغاز شد طول می‌کشد و اختلاف میان کشورهای غربی و روسیه نیز افزایش می‌یابد. همکارم کیومرث عطا گزارش صدای آمریکا را پیشکش می‌کند. با گذشت بیش از 2 سال از جنگ روسیه در اوکراین، از زبان بعضی از رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه گفت که فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. میت شومیکر افسر سابق خدمات اکتشافی آمریکا میگوید اظهارات ماکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است. او میخواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند چون ناتو واقعا میتواند دخالت کند. اما از بس که پرزیدنت ماکرون گفتن این حرفها را با همتایانش در ناتو از پیش موافقه نکرده بود، آنها را سردرگم کرد. اما سین استینبرگ کارمند مرکز تحقیقاتی سوفن سنتر میگوید الکی ناتو وارد عمل شده است. ظاهراً این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت می‌دهند.
اما من فکر میکنم که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا را از وارد شدن به جنگ روی راست باز می‌دارد. روبرت میورت، ادمیرالی بازنشسته و معاون رئیس پژوهشگاه سیاست و حقوق امنیتی در دانشگاه سیراکوز میگوید نیروهای آمریکایی در سراسر جهان حضور دارند، اما این معنای آن را ندارد که آنها وارد جنگ هستند. در سفارت‌های آمریکا در هر کشور دنیا تعدادی از سربازان امنیتی ما برای حفظ امنیت ما فعالیت می‌کنند. واقعاً به مقدار کم، ولی در حقیقت تعدادی از آنها در اوکراین هم خدمت دارند. روسلان بورتنیک، رهبر پژوهشگاه سیاسی در اوکراین میگوید که جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است. روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان شوند به اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید می‌کند. بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمی شود، ولی کشورهای عضو این سازمان به مثل فرانسه و لهستان، هلند، شویتزار و نروژ و دانیا و کشورهای ساحلی بالتیک در علیحدگی می توانند وارد جنگ با روسیه شوند. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلون که تعداد مردم فقیر آنجا در مقایسه با دیگر ولایت‌های کشور زیادتر است، یک برنامه نوی را عملی می‌کنند تا این مردم درآمد بیشتر یابند و دیگر چهره شوم فقر و قشاقی را نبینند. با ساکنان دهات کمبزاعت مرغ تقسیم می‌کنند تا که درست پرورش کرده به فروش تخم آغاز کنند. درباره این اقدام عجیب سریناز روح‌الله گزارش دارد. دهه وخش ناحیه جیهون، این زنان و مردم برای گرفتن کمک در نوبت ایستادند. میگویند از عائله‌های فقیر هستند چون در جای کار نمی‌کنند و درآمد ندارند، معلولند و یا دستنگر. اما در اینجا به عائله‌های احتیاجمند نه اردو، افغان و برنج، بلکه به هر کدام 20 مرغ می‌دهند. آن هم نه برای کشتن و خوردن، بلکه برای پرورش کردن و گرفتن تخم و یافتن درآمد. شرافت جان محمدوی 38 ساله، مادر 4 فرزند، یکی از آنها است که در نوبت ایستاده است. ما زن کودک جد که کار کنیم خیلی میره پیشنهاد من کردن که بگیره، خیلی گفتیم میل میگیره، من دیم فایده باشه که این شرایط می چی بهبود نیستیم. مثلا فرزندم میدان و لیوان خونه داری و ساز مالی ندارم. این طرح را آژانس رشد بین‌المللی ایالات متحده یا یوساید در تاجیکستان اجرا میکند. پیش از آن که به مردم مرغ دهند، طرز نگاه بین و زیاد کردن تعداد آن را هم یاد دادند. همچنین برای 2 ماه خوراک مرغ را به پول می دهند. انارگل گدایو ساکن 50 ساله ناحیه جیهون نیا دارد بر اساس توصیه متخصصان پرورش مرغ را به راه ماند. خاک ما می را گرفتیم که یا مثال در زندگی یاردم شود، مثال یا تخش استفاده برای می خوراکا یا چی مثال در زندگی خیلی ممکنه که ما روی همه مرغ پرورش کنیم، ممکن زندگی ما خوب بهتر شود، ممکنه که با سطح زندگی ما بالاتر برود. در 3 سال اخیر در ولایت ختلون با تقریبا 1200 خانواده نیازمند مرغ دادند تا هم شغل یابند و هم زندگی را بچرخانند. رستم ابراهیموف، معیوب گروه دوم از ناحیه جیهون، سال گذشته 20 مرغ گرفته بود. حالا میگوید شمارهشان به 50 رسیده است. تخم مرغ میفروشد. طلبکار تخم بسیار است، لیکن نمیشه میفروشم، نمیشه استفاده میبرم. در یک سال در یک ماه اگر حساب کردم 700 سوم سودا میکنم. اگر که استفاده نبرم تخم استفاده که بردم 350 سوم فایدهش میمونه. مسئولان طرح گفتند از اول امسال به 300 خانواده نیازمند 6000 مرغ و 36 دانه دان دادند. 400 خانواده دیگر در نوبت ایستادند. با وجود ستایش مقامات از پیشرفت‌ها در تاجیکستان، زیاد از 22% اهالی هنوز فقیر و دستنگر هستند. بیکاری مشکلی اساسی آنهاست. برخی برای دریافت کار و معاش به مهاجرت کاری می‌روند. دیگران یا زندگی سخت را تحمل می‌کنند و یا با مدد سازمان و کمک‌های اجتماعی شرایط خود را تا اندازه به می‌گردانند. برنامه به پایان رسید و خدا نگهدار شما.